ما کلا همینجورین، یعنی هر چی میشه، هر چی میگن، هر چی میبینن رو کلا همونجوری میگن و میبینن که هست. بعضی آدما خلاقن، حالا این یا به خاطر گردوه یا به خاطر ژن پدر خدا بیامرزشون. آدم‌های خلاق در هر پدیده چیزی رو میبینن که دیگران نمیبینن. مثلا شما ماست رو جلو هر کس بذاری میگه سفیده، ولی آدم خلاق از 300 متری و در یک نگاه میفهمه که ماست سیاهه. یا بعضیا میگن چه روز قشنگی، همه چی آرومه، ما چقدر خوشبختیم. حالا چون گردو کمه و پدر خدا بیامرز هم کم پیدا میشه، برای همین آدمای خلاق کمن، یعنی در اقلیتن. یعنی آدمایی که همین جورین اینا رو اذیت میکنن، سر به سرشون میذارن، براشون جوک میسازن و بهشون تهمت میزنن. اینه که به شاعر برای همین میگه که چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. اینا کلن شستن، اصلا کلن دارن یه جور دیگه میبینن. طبق تحقیقات دانشمندان و دیرین شناسان، اولین دروغ تاریخ توسط بشر اولیه در دوران پارین سنگی گفته شد. دانشمندان بر این عقیده اند که اولین دروغ بشر آنی و بدون دلیل بود. وچک اچی بری وچک تو چوه تو انی اتبه عدمه اتبه اتبه اچی بری وچه اتبه اتبه بر اساس ادامه تحقیقات دانشمندان، دومین دلیل دروغ بشر اولیه احتیاج او به غذا بود. اچی بری وچه چبرو کجو وچه وچته وچه اینی بری وچه کوریچ ایچ اروتو ایچ میریتی اچا پیتا بچه وچه رو بچو تو وچه نچه وری چو میچی بری وچه تو تک تو تک اجر ودو ایج اروبی ایج اوچه اجی ودو اجی اوچو اوته دودو اجی ودو بوده نه چود دیری اوچی بری وچه اوچی بری وچه اوچی بری وچه اوشنو مرد و بدین ترتیب بشر بزرگترین دروغ تاریخ را بر زبان آورد. اوشنو مرد خانم، نظر شما درباره پدیده زشت و مذموم دروغ چیه؟ خیلی پدیده خوبیه.
بابا بچه‌های من همیشه دروغ میگه. لباسش بو عطر میده دروغ میگه. شبم که دیر میاد خونه بازم دروغ میگه. تلفنشم که زنگ میخوره دروغ میگه. خیلی خوبه. منم خیلی راضیم. خانم خوبه که دروغ میگه؟ آره دیگه، ای راست بگه که زندگی من هم پاشیده میشه. من با 3 بچه قد و نیم قد طلاق بگیرم؟ نه، کجا برم؟ کدوم گوری برم؟ کی خرج منو میده؟ مسئولین چرا رسیدگی نمیکنن؟ قربان نظر شما درباره پدیده زشت و مذموم دروغ چیه؟ به نام خدا، این جانب اردشیر پیروزآبادی فرزند مسیب دارای 2 فرزند، یکی پسر به نام شهروز 14 ساله، یکی هم دختر 8 ساله به نام خواهر شهروز. راجب دروغ اگه ممکنه صحبت کنید. بله، من یک کارگری ساده ای هستم که داخل همین کارخانه ریسندگی کار میکنم. پدر من هم در همین کارخانه کار میکرده که عمرش داده به شما. مادر من اما زنده دوست عزیز، لطفاً راجب دروغ صحبت کنید. بگین اینایی که دروغ میگن مشکلشون چیه؟ مشکل ما فقط مشکل آب هست آقا جان. آب اینجا در هفته 2 روز میاد، اون 2 روز هم که 2 ساعت میاد، اونم که معلوم نیست چه کوفتی توش میریزن که این شیر کاکایو میمونه. چرا اینقدر دروغ میگین آقای فردوسی پور؟ چرا اینقدر دروغ تحویل مردم میدین؟ این جمعیت 11%، این جمعیت بالای 100%. ببین عزیز من، شما باید بگی همه ما وظیفه داریم که دامن جامعه رو از دروغ بزداییم. متوجه شدی؟ بله. بریم الان؟ بریم. آقا بشمار. همه ما وظیفه داریم به نوبه خودمون دروغ رو بزداییم. نه اجازه بدین. ببین باید بگی که همه ما وظیفه داریم که جامعه رو از دروغ پاک کنیم، یعنی دامن جامعه رو از دروغ بزداییم. متوجه شدی؟ گرفتم. آقا بشمار. همه ما به نوبه خودمون وظیفه هر کسی دامن رو از پاش زدایی کنیم. آقا ممنون، نمیخواد بفرمایید. از مسئولین تشکر کنم. نه بفرمایید. یه مشت محکم بزنم. نه عزیزم بفرمایید. آقا شما تا حالا دروغ گفتین؟ یاری خدا و رحمت مسئولین هرگز. بعد چی شد که به این درجه از صداقت و راستگویی رسیدین؟ به دلیل الگوهایی که در جامعه داریم همه راستگو و صادقند. مردم راستگو، رسانه ها راستگو، اینا راستگو. چرا ما راهی جز راستگویی نمیماند؟ خب بفرمایین که به چه دلیل میخواین از هم جدا بشین؟ بس که دروغ میگه. خسته شدم آقای قاضی. من دروغ میگم؟ من تا حالا چه دروغی به تو گفتم؟ همین دیشب گفت میخوام برم خونه مامانم، اینا سر از خونه خارجینا در آورد آقای قاضی. نه که خودت خیلی راستشو میگی آقای قاضی. دیشب بهم گفت سرم درد میکنه، میخوام برم خونه بکپم. بعدم فهمیدم آقا رفیقا و دوستاشو آورده تا صبح سر بساط. به این میگن دروغ. در مورد مهریه چی میگی؟ گفتی مهریه‌مو میخوام کار را بندازم. فهمیدم رفته آقای قاضی واسه مامانشینا خونه گرفته. نگفت شوهر بدبخت من نداره، باید دستور کنه، میفته گوشه زندان. چقدرم که تو از زندون میترسی. چرا نگفته بودی قبل از عروسیمون 5 سال زندان بودی؟ مگه تو گفته بودی قبل از عروسیمون 3 بار ازدواج کردی؟ گناهه آقای قاضی. من 3 تا شوهرم مردم، بابام رفت برام شناسنامه نو گرفت. چیکار کنم؟ خب چرا راستش نگفتی؟ برای که به شوهر دومم راستش گفتم، طلاقم داد. تو گفتی 3 تا شوهرت مردن. اول طلاقم دادن بعد مردن. بچه چی؟ تو که نگفته بودی قبل از ازدواجت بچه داری؟ همچی میگه مثل یه بخت کولک بچه رو ازش قایم کرده بودم. آقای قاضی 3 تا بچه دیگه گفتن داره. تو چی؟ تو مگه به من گفتی بچه خفاش شب بودی؟ من اهل ریا نیستم. همون اولش هم راستش بهت گفتم. تو چی؟ نگفته بودی بچه سرایی هستی که؟ نگفته رفتی سرم هوا آوردی. فکر کردی من خرم نمیفهمم. اینا دروغه. هوا چیه؟ چی بود گذشت. اولیشو گفتم بهت چیکارم کردی؟ هیچی. خونش هم که آتیش زدم دلم خنک نشد. چیه سر دلت مونده؟ خونش آتیش زدی به جهنم. نگفتی 3 تا بنده خدای بدبخت آتیش گرفتن رفتن. یه نفر این خبرتو میداد که دارت میزنن بدبخت. قبل از اینکه منو دار بزنن تو رو دار میزنن که با ماشینت اومدی از رو 3 تا شوهر من رد شدی، لهشون کردی تا به من برسی. این که قتل عام محسوب نمیشه. یه کار مردونه بود، به شما هم ربطی نداره. نگیر آقا. سلام پروفسور. سلام خسته نباشین. بیهوشی جنرال چقدر؟ 32 دقیقه است پروفسور. قلب رو 75. فشار
8 روی 4 دکتر. کورتیزون 2 میل تزریق. قیچی رو به من. من همجوری که عمل میکنم یه توضیحاتی هم میدم. حواستون به من باشه. ما یک غده‌ای داریم در بدن انسان به نام دروغدون. خب در 80% انسان ها مثل آپانتیس، در 80% انسان ها آپانتیس فعال نیست، یک زمانی فعال میشه. دروغدون در 80% انسان ها فعاله، در 20% فعال نیست. دروغدون یک عضوی است که در واقع هورمون ترشح میکنه به مغز، به نیمکره چپ و انسان دروغ میگه. دروغدون کجاست؟ کورتیزون 3 میل تزریق. فشار همچنان 8 روی 4. بله. پنسو بده. با پنس اینو بگیریم. اینجا رو با پنس بگیریم. نه اینو ولش، اینجا رو با پنس بگیریم. اینجا رو با پنس بگیریم. دروغدون پشت لوز المعده است، کنار روده راست. در بچگی این دروغدون کوچیکه. خب مثلا اینقدر. این الان دروغدونه، مثلا یه بچه 2 ماه هست 3 ماه هست. خب اینو بگیر. این چون عضو زایده ما خیلی باش کار نداریم. بده من قیچی رو. کورتون 2 میل تزریق. پس گفتم کجاست دروغدون؟ پشت لوز المعده. اینو بگیر. اول لوز المعده رو بر می‌دارین کامل. خب پنسو بده. کنار روده راست دروغدونه که با بزرگ شدن انسان بزرگ میشه. اینو الان شما نگاه کن. این دروغدونه. این دروغدون یه انسان بالغه. الان مفهومه. دروغدون یک انسان بالغ که دیگه این اصل دروغ میگه، به این مرحله که میرسه. بعد ما کنسر دروغ هم داریم، یعنی سرطان دروغ هم داریم. فشار 8 روی 4 دکتر. آمیتریپتیلین 2 میل تزریق. چی میگفتم؟ که یه چیز دیگه هم هست. سرطان دروغ. سرطان دروغ که از خود دروغدون شروع میشه، میزنه به لوز المعده، روده راست، میزنه به کبد، میزنه به ریه، میزنه حتی به فک. یعنی به این مرحله که میرسه طرف اصلا به مادرش هم دروغ میگه. خب که اینو باید این دروغدون رو بذار پاتوبیولوژی بده بیوپسی، بذار تو ظرف، بذار اونجا. این بیمار دیگه الان مشکلی نداره. لوز المعده رو سر جا میذاریم، بشورید بدوزید. بعضی وقتا آدم با واقعیت‌ها شوخی میکنه که از تلخیشون کم کنه که حالش خوب بشه، که بگه چه خوب میشد اگه اینجوری میشد. همین بیاد چیه؟ با نام خدا و با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز، اخبار این ساعت ایران و سایر کشورهای جهان را به سمع و نظر شما میرسانیم.
در پی پنچری اتوبوس حامل مسافرین تهران کرج که موجب تأخیر 15 دقیقه‌ای در رسیدن به مقصد و اتلاف وقت هموطنانمان شد، وزرای راه و شهرسازی، رفاه و تأمین اجتماعی و وزیر صنعت و معدن و شهرسازی دست جمعی استعفا دادند. آنها در نامه‌ای ضمن پذیرفتن مسئولیت خود در این حادثه دلخراش استعفای خود را پوزشی به ساحت ملت شریف ایران عنوان کردند. رئیس هیئت امنای بیمارستان‌های کشور در گفتگوی مطبوعاتی اعلام کرد در پی تصادفات رانندگی سال گذشته در جاده‌های کشور 48 نفر سلامت خود را بازیافتند. همکنون ایران بیشترین میزان سلامت را در تصادفات رانندگی در میان کشورهای جهان داراست. هیئت دولت پنجشنبه این هفته را روز هوای آلوده اعلام کرد و از شهروندان خواست تا با بیرون آوردن خودروهای شخصی خود نقشی در آلوده کردن هوا ایفا کنند. تهران پس از جزیره متروک بوتی مرمره پاکترین هوای جهان را داراست. دانشمندان معتقدند این حجم از پاکی هوا و نرسیدن املاح طبیعی مانند سرب و گوگرد به ریه ها در دراز مدت موجب بیماری های صعب العلاج خواهد شد. اتومبیل پراید به تاریخ پیوست. شورای مشاهیر سازمان ملل متحد در آخرین نشست خود خودروی پراید را در کنار کوکاکولا و مرلین مونرو به عنوان نمادهای هزاره دوم انتخاب کرد. همکارم قنبید خبرهای خارجی را به سمع و نظر شما میرساند. با سلام. باز هم کشتی حامل پناهجویان استرالیایی که از اسکله دبی به سمت ایران در حرکت بود در آبهای نیلگون خلیج فارس غرق شد. ایران سالهاست که از پذیرفتن پناهجویان استرالیایی، کانادایی و سوئیسی سرباز میزند. موج اخیر غرب زدگی کشورهای اروپایی را در نوردید. در پی این هجوم فرهنگی مردم این کشورها با برگزاری راهپیمایی در پایتخت‌های اروپایی خشم و انزجار خود را نسبت به روند رو به گسترش فرهنگ غربی در کشورهای خود ابراز کردند. گزارش همکارم غفور منش را از اروپا می‌بینید. از صبح امروز معترضین به روند تسریع غربگرایی در کشورهای خود در مقابل منزل‌های خود تجمع کرده و کلیه البسه، لوازم منزل و لوازم صوتی تصویری خود را به آتش کشیدند. ما از این وضعیت خسته شدیم. حواستون هست؟ دیگه این وضعیت رو نمیشه تحمل کرد. مرگ بر غرب، مرگ بر اروپا، مرگ بر ما. حمیدرضا بهنام، انگلیس، وست برومویچ. همکارم مشعوف خبرهای اقتصادی را به سمع و نظر شما میرساند. با سلام و شب بخیر. بیرانوند هستم با خبرهای اقتصادی. بانک مرکزی ایران با اعطای وام به بانک جهانی موافقت کرد. به دنبال این خبر موجی از شادمانی سراسر حوزه یورو را فرا گرفت. دبیرکل اتحادیه اروپا طی کنفرانسی مطبوعاتی ضمن تشکر از ایران برای اعطای این وام اعلام کرد چنانچه این وام به موقع پرداخت شود حوزه یورو از ورشکستگی نجات خواهد یافت. پیش از این دبیرکل ناتو خواستار بازنگری ایران در نحوه باز پرداخت اقساط این وام شده بود. دیدار وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وزیر اقتصاد ایران بدون نتیجه پایان یافت. وزیر بهداشت در این دیدار با هشدار نسبت به عواقب خطرناک مصرف زیاد گوشت قرمز در ایران خواستار توقف سیر نزولی قیمت گوشت در بازار شده بود. گفتنی سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران 68 برابر مصرف سرانه گوشت در جهان است. بیماری های همهگیر مانند فشار خون، چربی خون و نقرس که به دلیل مصرف فراوان گوشت قرمز حادث می شود از جمله بیماری های شایع در بین ایرانیان است. و آخرین خبر از بازار پولی ایران. صبح امروز هر ریال ایران در بازار با 14,000 دلار معاوضه شد که نسبت به روز گذشته 2 دلار افزایش نشان می‌دهد. کارشناسان صنعت گردشگری هجوم بی‌رویه توریست‌ها به نقاط دیدنی ایران از جمله سولغان، خاک سفید و جمال آباد را از عوارض این کاهش ارزش دلار اعلام کردند.
به اتفاق کلیه همکارانم در بخش خبری با شما خداحافظی میکنم و شب بسیار آرام و خوشی را برای شما آرزو میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار. بهرام جانم. ببین تو ساله به من دروغ گفتی؟ وا مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ کوچیک در این حد که تو نگران نشی. آره. خب چی بوده؟ مثلا چند روز پیش شارژر موبایلم گم شده بود. گفتم تو دفتر بود. دروغ گفتم، اصلا پیداش نکردم. گفتم تو نگران نشی، مهمونی میری بهت خوش بگذره. همین؟ یه دفعه رفتم سر زمین کرج. خب دیدم تو خیلی نگرانه. نیم ساعت مونده بود برسم. زنگ زدم گفتم من رسیدم. گفتم نگران میشی، مهمونی بهت خوش نمیگذره، برام این دروغ گفتم. دیگه یه دونه دیگه هست. اون پیرم مشکیه بود برام خریده بودی. خب اون گشاد بود، بردم عوضش کردم، یک کمی بهترش رو گرفتم. واقعا؟ اگه ناراحت شدی همین الان میرم پسش میگیرم. نه بابا، منظورم اینه که واقعا تو این 5 سال زندگی همین دروغا رو به من گفتی؟ خب عزیزم، ما با هم قول دادیم به هم دیگه دروغ نگیم دیگه. برو بابا، پگا 2 سالم نیست که ازدواج کرده 20 تا دروغ از شوهرش در آورده بیرون. خب شوهر پگا دروغگو و بیشعوره، من دروغگو نیستم. دروغگوی ارزه میخواد که تو نداری بهرام. دروغگویی اصلا هم ارزه نمیخواد، هیچ کاری هم نداره. مردی بگو. میگم ها. بگو. میگم ها. بگو دیگه، بگو. میگم ها. خب من قبل از تو ازدواج کرده بودم. چقدر جالب. وای رو چه نکته‌ای دست گذاشتی. خب چقدر خوب. خیلی هم زندگی خوب و عالی. خب دیگه نمیگم، ولش کن. بگو جان من برا خودت خواستی. بگو. من یه بچه هم دارم. جانم چند سالشه؟ الان کلاس 4. دیگه برا دیگه نمیگم دیگه. مریم نمیتونم. جانه من بگو بخندیم دیگه. ناراحت نمیشی؟ نه بابا خودت خواستی. اون خانومه هنوزم زنمه. البته میدونم که قبل از ازدواج باید برات اینا توضیح میدادم، ولی دیدم که این بیشتر باعث نگرانی و تشویشت میشه. وقت بخوای بری جای مهمونی نگران میشی، بهت بد میگذره دیگه. گفتم همینجوری. بهرام جانم خیلی پستی. چرا؟ روبروی من نشستی و با کمال پررویی داری به من میگی زن دارم؟ خودت گفتی ارزه میخواد، اگه راست میگی بگو. من بگم؟ تو یعنی اینقدر بی حیا و بی شعوری که بشینی جلوی من بگی زن دارم؟ شعور دارم که تا الان بهت نگفتم دیگه. خودت گفتی بگو. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. بعد از 5 سال زندگی روبروی من نشستی میگی زن دارم؟ خجالت نمیکشی؟ حالا وقتی من رفتم خونه بابام میفهمی. ببین شروع نکن دیگه. خودت این بحثو باز کردی، گفتی ارزه داری ارزه نداری. بابا بذار زندگیمون رو داشتیم میکردیم دیگه. بی شعور. سلام علیکم. درم یه ذره شده بود واسهتون، ببخشید من دست خالی اومدم. من تو اون سلول داشتم با حسیر برای شما یه خرس درست میکردم بیارم براتون. بعد یه اومدن گفتن خرس دستته بذار زمین بیا کارت دارن که اومدن. اوضاعت خوبه تو زندان؟ آره عالیه خوبه. همه به بیگناهی من پی بردن. من میتونم برم؟ نه عزیزم حالا کار داره. گفتن آژانس منتظرمه. چند تا شکایت جدید داری؟ من آزارم به مورچه هم نمیرسه. خانم ساناز اردشتانی ازت شکایت کرده به جرم اغفال و فریب.
نه دروغه، اون مادرش از اول با من لج بود. پس میشناسیش؟ نه به جون مادرم نمیشناسمش، چهرهش آشناست ولی من هر چقدر نگاه میکنم خاطرم نیست دقیقا. بهشون گفته بودی دکتری، تو کانادا زندگی میکنی، قصدت ازدواجه. یه توضیح بده. راجع کدومشون؟ تو دکتری؟ من عاشق این بودم دکتر بشم، همه تلاش خودم کردم. خب امکانات یه خورده نبود ولی این از شایستگی من کم نمیکنه. تو کانادا خونه داری؟ کانادا نه، 20 متری کوکاکولا، یه 30 متری داشتم قبل از اینکه بیام اینجا، فروختمش پرایتش کردم. به دخترم که وعده ازدواج دادی؟ بد کردم خواستم ازدواج کنم، بد کردم خواستم تشکیل خانواده بدم. آقا من بد کردم خواستم آدم بشم. اشکالی داره؟ من باید به کی جواب بدم؟ این آخه هیچ چیز خانوادگی. زن نداری خودت؟ زن چرا یه دونه دارم. اون روزی که رفت بودم خواستگاری یادم نبود، تو یادم اومد زن دارم زدم زیر همه چی. شکایت کردن که به عناوین مختلف ازشون پول گرفتی و اخاذی کردی. من پول نگرفتم، خودشون خرج میکردن. شما نگاه کن یه کیس هلو افتاده بود تو دامنشون، خب خرج میکردن دیگه. شما خودتون دامادتون کانادا باشه دکتر باشه خرج نمیکنین؟ چرا؟ من برم پس، دست شما در نکن. چند تا خانواده و نیروی انتظامی هم ازت شکایت کرده که به عناوین مختلف و جعل عنوان ازشون اخاذی کردی. آقا ببین سوء تفاهم تا کجا میره، فکرشون کجا رفته. اشتباه کردن. من یه روز تیپ سبز زده بودم با بوت مشکی، رفتم پارک، بعد اونجا یه صحنه هایی دیدم خیلی بدجور بود، یعنی من قلبم درد گرفت. بعد خود دخترها و پسرها دورم جمع شدن گفتن آقا ناراحت نباش، ما دختر خاله ایم پسر خاله ایم دیگه. تا هم ازشون پول گرفتی؟ خیلی اصرار کردن، من ازم پول نمیخواستم. من گفتم آقا اگه من قلبم درد گرفته به خاطر وظیفمه، چیز نیست. همینطوره. 150 همینطوره. بانک مرکزی هم ازت شکایت کرده که با جعل مهرشون از بانک وام گرفتی. کدوم جعل؟ طبق نظریه کارشناس مهر بانک مرکزی پای صفحه وامت جعلی بوده. جعلی بوده؟ عجب نامردیه. من جلو بازار خریدم مهر رو، یارو میگه به جون بچم اصله. آدم به هیچ کی دیگه نمیتونه اعتماد کنه. مهر بانک مرکزی رو جلوی بازار خریدی؟ بله تجریش هم هست ولی اونجا خیلی گرونتر حساب میکنم. بلند شو از جلوی چشم برو. چشم، دست شما در نکن. فقط یه 20 تومن اگه خدمتون هست دستی به من بدین، من پول آژانس حساب میکنم، خونه برسم کارت به کارت میکنم واسهتون. گفتم از جلوی چشم برو. آسلول نوکر شما. چشم. باید برم این خرسرم درست کنم واسهتون بیارم. فقط شما خودتون پیگیر این بیگناهی من باشین دیگه، دست شما در نکنه. این آبر بخورم. بفهم. نمیخوری جان.
منو میگی؟ این عبارت برای شروع یک خلاقیت 45 دقیقه‌ای سنگین و نفسگیر کافیه. یعنی این آدم‌ها در تمام وقایع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و عشقی سده اخیر حضور داشتن. این آدم‌ها چند تا ویژگی دارن. اول اینکه در ظرف زمان نمی گنجند. یعنی طرف 37 سالشه ولی از به توپ بستن مجلس توسط لیاخوف روسی یادشه تا عقب نشینی نازی‌ها در جنگ جهانی دوم و اولین روز واردات پشمک به ایران. دومین خصوصیت این آدم‌ها اینه که در ظرف مکان نمی گنجن. یعنی طرف همزمان در نیویورک در گالری کانسپچوال آرت بوده، همزمان در وارنای بلغارستان کنده افلاک حریف چغر روسی تو دستش بوده، هم تو فستیوال فیلم کن فرهادی رو به نام کوچیک صدا میزنه اصغر. برای همین یه خصوصیت سوم هم دارن که در این مقال نمی گنجد. ببخشید. سلام عرض میکنم خدمت شما یاران و همراهان همیشگی برنامه سینما امروز. امشب افتخار این رو دارم که در خدمت میهمان بسیار عزیز جناب آقای دکتر عزیزپور باشم، مدیریت محترم معاونت توسعه زیربنایی و برنامه‌ریزی راهبردی سینما. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. با بینندگان سلام علیکی بکنید تا بریم سر اصل مطلب. خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، خدمت شما و خسته نباشید میگم به همکاران محترمتون. از بینندگان عزیز تشکر میکنم که تا این لحظه نظاره‌گر بیننده برنامه شما هستن. خب آقای دکتر، همونطور که میدونید یکی از مشکلات اساسی سینمای ما مسئله توسعه زیربنایی هست. من میخواستم بدونم که شما برای حل این معضل چه راهکارهایی رو در پیش گرفتید؟ بله، همینطور که میدونید وظیفه اصلی ما برنامه ریزی برای توسعه زیربناها و زیرساختها و راهکارهای برنامه ریزی شده برای پیشرفت کیفی و کمی سینماست. دکتر میشه یه شمه از فعالیت این معاونت رو توضیح بدید؟ ما 265 عنوان فیلمنامه فاخر تولید کردیم که از این 265 فیلمنامه فاخر 25 فیلمنامه در مرحله خواندن و 2 فیلمنامه در مرحله فیلمبرداری قرار گرفته. همینطور 340 جشنواره داخلی و 24 جشنواره خارجی و بین‌المللی برگزار کردیم. جشنواره خارجی رو شما برگزار کردید؟ در رابطه با برگزاری جشنواره ما به یک خودکفایی رسیدیم که الان میتونیم ما بسیاری از جشنواره ها رو خودمون برگزار کنیم و صادر کننده جشنواره ها به جاهای مختلف باشیم. خب دکتر، شما در زمینه سخت افزاری چه فعالیت‌هایی انجام دادین؟ در سال گذشته حدود 140 پردیس سینمایی ساختیم که 62 تا از این پردیس سینمایی در تهران بوده. بازم متوجه نشده اینا کجا هستن؟ اینا جاهای مختلفی هستن. بنده الان حضور ذهن ندارم که بهتون میگم دقیقاً کجا هستم. متعاقباً خدمت شما و مردم فهیم و فرهنگ دوست تقدیم میکنم. ببخشید دکتر، در زمینه تسهیلات نقدی و لوازم و تجهیزات شما چه کار کردید؟ ما در این زمینه حدود 148 میلیارد تومان به عنوان وام به فیلمسازان عزیز تقدیم کردیم که امیدواریم که بتونن فیلم‌های خوبی بسازن. فرمودین 148 میلیارد. خب به کیا داده شده این وام ها؟ عرض کردم که این وام در اختیار فیلمسازان عزیزمون قرار گرفته. حالا شاید این دوتا عزیز نخوان که اسمی ازشون برده بشه در برنامه زنده. یعنی شما این وام ها رو فقط به 2 نفر دادی؟ البته نفر سومی هم هست که کم کم داره عزیز میشه. و مطلب دیگه؟ و مطلب دیگه این که ما امسال تونستیم رکورد جدیدی رو در جذب تماشاگر داشته باشیم که جالبه بدونید امسال ما حدود مطلب دیگه هست؟ عرض کنم خدمتتون که در زمینه کسب جوایز جهانی ما 3 تا اسکار گرفتیم، 37 تا دیپلم افتخار داریم،
و همینطور هر فیلمی از ما در جشنواره‌های جهانی به نمایش در اومده قطعاً جایزه ویژه تماشاگران جشنواره رو کسب کرده. معذرت میخوام دکتر، من تا اونجایی که یادم هست فقط یه اسکار گرفتیم مثل اینکه. ما 3 تا اسکار گرفتیم. ببینید اسکار آقای فرهادی که علاحده سر جای خودش هست، اسکار خانم عادل ایشون برای خوانندگی گرفتن، این مادر ایشون ایرانی الاصل هست که به هر حال این هم جزو اسکارهای ماست، و اسکار در رابطه با تدوین که اسمشون شریفشون فراموش کردم که ایشون هم قراره که یک سفری به ایران تشریف بیارن که ما در خدمتشون باشیم، میشه 3 تا اسکار. و همینطور یک سری مسائلی هم هستش که حالا بنده بعدا خدمت مردم عزیز متعاقباً عرض میکنم. بسیار خوب، ما هم ممنونیم از شرکت شما در این برنامه. بینندگان عزیز، وقت برنامه امشب تمام شد. تا برنامه دیگر و میهمان دیگر همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم. شب بخیر، خدا نگهدار.